پاکسازی جگر یا کبد با روغن زیتون و آب لیمو. روغن زیتون دارای اثرات آنتی اکسیدان‌هایی است و توانایی تنظیم کار سلول بدن و همچنین سلول کبد را به سرعت بخشیده و به ساخت‌وساز بدن اضافه می‌کند. وظیفه اصلی کبد از بین بردن مواد سمی موجود در خون و همچنین ساخت‌وساز هضم غذا را بهبود می‌دهد. محصولات غذایی که سرشار از غذاهای چرب، شکر تصفیه شده، افزودنی‌های مواد غذایی و استفاده بیش از حد از الکل به کبد بسیار آسیب می‌رساند و به خاطر همین کبد نمی‌تواند کار خود را به خوبی انجام دهد. بسیار از داروهای مختلف نیز باعث بالا رفتن سم در بدن می‌شود. حالا می توانید کبد خود را با یک قاشق غذاخوری آب لیمو، روغن زیتون پاک کنید. روغن زیتون از تجمع چربی در کبد و افزایش گلیسرینی که منجر به کبد چرب می شود جلوگیری می کند. پزشکگران اخیراً به این نتیجه رسیدند که روغن زیتون مانع تجمع گلیسرین در کبد می شود. تحقیق دیگر خواص مفید روغن زیتون در مبارزه با آسیب مزمن کبدی اثبات شده است. دلیلش این است که روغن زیتون دارای اثرات آنتی اکسیدان ها است و توانایی تنظیم کار سلول کبد برای سرعت بخشیدن به ساخت‌وساز بدن را دارد. آب لیمو نه تنها به سم زایی کبد کمک می کند بلکه از سایر اندام های بدن هم مراقبت می کند تا آسیب نبیند. تحقیقات جدید توسط دانشمندان هندی نشان داده است که اسپرینگین برای محافظت از کبد خوب است، یعنی از ورود مواد سمی به کبد جلوگیری می کند. چگونه آب لیمو و روغن زیتون را مخلوط کنیم؟ یک قاشق غذاخوری آب لیمو با معده خالی قبل از صبحانه تصفیه می شود. سمزاری کبد بسیار مهم است، اما باید الکل را کنار بگذارید و سعی کنید مواد غذایی طبیعی و تازه استفاده کنید. همچنین از داروهای غیر ضروری اجتناب کنید. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.